مردمی سربلند تاجیک از قدیم مولایان دارای فرهنگ و تمدن و عرف و عادت‌های نیک خود بود. هر یک تاجیکی که اصالت خود را می‌شناسد در کجایی که نباشد این ارزش‌های ملی را حفاظت می‌کند. در سرچشمه‌ها و اثرهای بزرگانمان وابسته به آموزش دانش و هنر تاکید رفته است. هر داراگی که به دست می‌آری تو را ترک می‌کنند و از این داراگی‌ها تنها هنر با تو می‌ماند. هر کجا که باشی معتبر آن انجمن می‌گرداندت و عزیز دیگرانت می‌کند. هنر انسان را از گرداب دریا و هر سنگی که دستی زندگی سویش حواله می‌کند می‌تواند حمایت کند. توانایی انسان از داراگی او نیست، توانایی با کسب هنرش میباشد. مردم مهنت‌خرین ناحیه رودکی به عمق این گفته‌ها وارد شدند و همیشه از پی آموزش هنرهای گوناگون ملی از قبیل گلدوزی، کشیده‌دوزی، زرگری، قراقدوزی و امثال این هنرها می باشند و ریسک روزی خود و پیوندانشان را
از این هنرهای بالا دریافت کرده برای پیشبرد جامعه سهم ارزشمند می‌گذارند. از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اعلان گردیدن سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی، اگر از یک طرف برآمد تدریجاً بهتر نمودن سطح زندگی اهالی کشور، مخصوصاً سطح زندگی هنرمندان مردمی تأثیر مثبت رسانده باشد، از جانب دیگر در بلند برداشتن افتخار ملی، احساس احترام گذاشتن به هنرهای مردمی نقشی مؤثر گذاشته است. همگان بعد از پیام پیشوای ملت مسئولیت دیگر باره زنده گردانیدن این هنرهای خیلی قدیمه تاجیکان و به نسل نورس آموختن این گنجینه‌های بی‌بها را احساس نمودند. به این گفته ها گواه است نمایش هنرهای ملی در جماعت چارگل تپه ناحیه رودکی. امروز از صبح با طبع بالیده همگان جمع آمده هنرهای دستی خود را با یک ذوق بی اندازه به نمایش گذاشته بودند. در برابر آنکه هنرهای دستیشان را نمایش دادند، همگان در گرد گلخن
از آمدی صده که مژده از نوروز عالم افروز می باشد شادی کرده مقدس بودن آتش را به هم قصه می کردند. شادی طفلان و کلانسالان را حد و کنار نبود، زیرا چنین جشن‌هایی که از گذشتگانمان میراث گرفته ایم با شرافیت استقلالیت ملی و اقدام‌های پیشوای ملت از نو زنده و احیا می‌گردند. جشن صده که جشن روشنایی و نور است، به هر یک خاندان صفا و سعادت روزگار را می‌آورد. در جامعه چارگل تپه ناحیه رودکی 41,000 اهالی زندگی و کار و فعالیت می کنند و با همدیگر دوستی و رفاقتی صادقانه دارند. هنرهای مردمی در میان زنان این جماعت رواج یافته. هر یک که کوشش میکنند هنری خود را با همه نازکی و اسرارهایش آشکار سازند تا دیگران نیز آموزند و در زندگی به کار برند. آره، دل هنرمند دریا را میماند و در آن دل همیشه اندیشه های نیک و سازنده پرورش مییابد و در نتیجه چنین زیبایی آفری و نمای افسانه‌گونه روی متا نقاشی می شود. گلدوزی، کشیده دوزی، خوراق دوزی و مانند اینها با همه رنگ ها توأم آمده زیبایی را تجسم می کنند که بیننده را به خود می کشد و گواهی تاریخ 1000 ساله این ملتی سربلند می باشد.
اقدام نکو و فرهنگ پرورانه پیشوای ملت که سال 2018 را رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلام کردن باعث دستگیری است. از این رو هنرمندانی که در منزل‌های خویش به آفریدن هنرهای دستی مشغولند باید مسئولیت بلند ایجادی داشته باشند و به این مهربانی و غمخواری‌ها سزاوار گردند. آنها را می‌باید به ایجاد هنرهای نو به نو پردازند و محصول دست خود را چه در داخل کشور و چه در خارج پیشنهاد خریداران گردانند. هنرهای دستی که هنرمندان ما ایجاد می‌کنند برای سیاحان خارجی که پیوسته به وطن عزیز و بهشت‌آسای ما آمده از منظره‌های دلپذیر آن، از کوه‌های سربلند و گیاه‌های شفابخشش بهره می‌برند، بهترین تحفه شده می‌تواند. امروز جمع آمدگان این نمایش با یک صداقت و محبت بی پایان عملهای دستی را اجرا می کنند و به جوانان و نورسان نازکی های این هنرها را می آموزند. از این همه دلبستگی و ذوق بی اندازه آنها معلوممان می گردد که در احیای هنرهایی که قریب از بین رفتند سهم ارزشمند می گذارند و با اراده مستحکم و اندیشه های نکو در رشد این گنجینه های بی‌بها تلاش می ورزند. راستی هنگام خیر خوش کردن کس نمی خواهد که از این گونه منظره و نقش و نگارهای دلربا جدا شود. در هر یک دهه کشورمان هنرمندان، کاسبان، کلاهگران، کنده‌کاران و زرگران و دیگر هنرمندان از پشت هنر خود روزگار خویش را پیش میبرند. امروز سرور دولتمان برای رشد هنرهای مردمی به هنرمندان زمینه باز هم خوبتر و فراختر فراهم آوردند. آنها را صاحب همه امتیازها گردانیدند.